آقای من عزیز، از پدر از مادر از آران پشت من تاجیک بوده، فعلا هم تاجیک هستم. اگر آقای یک پارسا دقیقه اگر یک بار دیگه اگر در لایفی که من بودم اگر گفتیم ما هم افغان هستیم، باز من از پشت خفه میشم. ببین عزیز برادر قربانت شوم، ما که میگیم خو یعنی ممکن در بین ما تاجک ها یک تعداد بگن ما افغان نیستیم، مثلا یعنی ما هر تاجیکی که بگه که من افغان هستم از جمع منی پارسای عزیز امی هر کس شخصیت آقای تاجیک، آقای امان هزاره همین من بس کسی نیستم که سیاسی اجازه بدید آقای امان هزاره آقای من تاجیک، آقای خواهش میکنم، من کسی نیستم به کسی تعیین تکلیف بکنم. هدف من این بود که وقتی که در لایف که آمدم از کلمه ما استفاده نکنیم، جمع استفاده میشم. من به خود شخص من که رفتم باز هر کاری که میکنیم بکنیم. آقای تاجیک زیاد گپ نزن، آل گوش بگرد. ما این اردو افغان است، ما او تو افغان نیستیم. فهمیده شد؟ بله.